خوب بکوب تا جاش معلوم بشه. تو دیگه کی هستی؟ بهلول. اینجا چی کار میکنی؟ با انبات مشورت میکنم. انبات؟ مگه مردا حرف میزنن؟ آره، همین حالا سراغ تو رو میگرفتن که چرا به اونا نمیپیوندی که از تأخیر کاروان ملول شدن. خوبه بگو منتظر بمونن. امشب صدای زر خواب قبرستان آشفته کرده. خداوند به تو و این خفتگان خاک صبر بده. چه صید چاقی، باید بیشتر از 50 سکه بیارزه.
خنجرت ابله. تو قبرم آسایش نداریم. برم جای ساکتی برای خواب پیدا کنم که الان نوبت اون مردک دیوونه است که از ترس دزدیده شدن سکه هاش برای سرکشی برگرده و یقه منو بگیره. نکنه یه وقت برم یه سر بهش بزنم. خوبه. ببینم توی راه که چیزی ازش کم نشده. نه جناب داروغه. میدونی که اولین کسی که تعداد سکه ها خبردار میشه کیه؟ شمایی جناب داروغه. و میدونی که من با کسانی که دستشون کجه چه کار میکنم؟ راستش میکنین قربان. آفرین. بیا اینم مال تو. این سهم هر دوی ماست قربان. 2 تاست؟ یکیش پس بده. نه کافیه قربان. سرجان حاضری کیسه سنگ تو با پندی عوض کنی؟ تو مکتب خونه پندای زیادی یادم دادن که اگه به کارت می اومد از اونجا فرار نمی کردی. گوش کن پسرم، پند من با اونایی که میدونی فرق داره. قبوله. وقتی که از مکتب فرار میکنی توی بازار بازی نکن که گوشت کشیده خواهد شد. بازم از مکتب فرار کردی؟ آخه من از دست تو بچه بازیگوش چی کار کنم؟ یا که امروز باید تکلیفم با تو و مکتبدار روشن کنم. بیا بابا یکی حرف بزن. تو چی میگی؟ هر چی میگه بهلول دیوونه است، از منم دیوونه تره که به خیال دیوونگی اون 50 سکه بی زبونم و تو دهن گرگی مثل اون گذاشتم تا عین ستاره تو شب بی ستارش بدرخشه و نورافشانی کنی. نه باور نمی کنم. آخه سکه به چه کار بهلول میاد؟ ده تو هم مثل من ساده ای مرد. برق سکه هر کوری رو بینا میکنه، هر دیوونه رو عاقل. ای وای، اینجا مگه محکمه بغداد نیست که کسی به فریاد دردمندانه میرسه؟ کیه که اینجا معرکه گرفته؟ گفتم پیش از ظهر محکمه تعطیله، مگه نگفتم؟ تا اون موقعی که سکای من از حزب رابع بهلولم گذشته جناب قاضی. گفتی بهلول؟ ببینم شکایتی از بهلول داری؟ در محکمه همیشه به روی دشمنان بهلول بله جناب قاضی، 50 سکه زر ما دزدیده. پای سکی زر در میونه. هر چی میگم زنم منو میزنه، کسی گوش به حرفم نمیده که نمیده. آهای نگهبان، برو بهلولو بیار به محکمه، زود باش. چشم نوکر ارباب، فرمایش دیگه ای نداری؟ شما هم بی خود اینجا وای نسید، محکمه تعطیله. پس ما هم بهتره بریم بمیریم.
سهم شما هم محفوظ قربان. آفتاب همیشه پشت ابر نمیمونه بهلول. پس راز قبرستون گردید این بود؟ سرکیسه کردن ساده لوحانی که معتمدان آبرومند شهر کسانی مثل منو نمیشناسن و سکه های بی زبونشون رو زیر خاک پنهان میکنن. بگو ببینم تو در این کارها تنهایی یا شریک هم داری؟ جناب قاضی باور کنین بنده ام از خودتونم. اگه شما برای سرکیسه کردن ساده لوحانی که پولشونو به شما میسپرن شریک میگیرید، بنده هم گرفتم. این روزا نمیشه به کسی اعتماد کرد. تو اون کیسه چیه؟ سکه های این مرد بینوا؟ اما این کیسه که کیسه من نیست. سکه های این مرد باید تا حالا به دست جناب داروغه رسیده باشه. اتهام به ماموران شریف حکومت هم به جرمات اضافه بکن. مردک بیچشم رو بیا جلو. اگه فرمان خلیفه نبود که جز شخص ایشون کسی حق رسیدگی به شکایت بهلول رو نداره، حکم مرگ تو به اجرا میذاشتم. از هوش کم خلیفه این مهم بعید بود که کار عاقلانه با دیوانگان نسپره. نگهبان خودش این همون روح دیشبیه. این که بهلوله. پس بدبخت شدیم بیچاره. منو با خودت جمع نبند. این لقمه واسه دهن ما گنده بود. که فرق یه دیوونه رو با یه روح نمیدونی. خب بهلول موضوع از چه قراره؟ این مرد راست میگه. یعنی سکه های این مردو تو ورداشتی؟ سکه هاشو نه، اما میتونم معادل سکه هاشو بهش بدم. این منو مسخره کرده جناب حاکم. برای تو چه فرقی میکنه چه چیزی رو زیر خاک بذاری؟ برای نهادن چه سنگ و چه زر. این بابا لاستاچی خلوچلی. آفرین خوب گفتی بهلول. جواب احمقی که سکاش تو قبرستون مخفی کنه بیش از این نیست. اما سکای این مرد کجاست؟ درست نمیدونم، اما دیشب شیء قیمتی رو روحی در قبرستان جا گذاشت که مطمئنم جناب داروغه حاضر برای اون 50 سکه بپردازه. 50 سکه میارزه جناب داروغه؟ من فکر میکنم فکر کردن نداره جانم. بله میارزد. بیا امانتی ارواح تو بگیر و معادل قیمتشو به اون مرد بده. بیا. هرچه زودتر بهای خنجر را به این مرد بپرداز و او را راضی کن. در غیر این صورت میدانی که بله میدانم جناب حاکم، میدانم. بیا بریم. دیدی منو کجا میبری؟ پس تکلیف سکه‌های من چی میشه مرد حسابی؟ اینقدر داد نزن، بیا بریم پولتو میدم. یعنی چی جانم؟ آخه اینجا نمیشه که. شما هم بیرون شرکای دزد و رفیقان قافله. میبینی بهلول، میبینی در این روزگار به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. البته به جز مال و ثروت که تا اون دنیا هم میام تا وبال گردن مبارک بشن.
منظورم همون ثروتیه که مثل این مردک دیوانه در هر جای بغداد دفن کردی. آخه من چرا باید چنین کاری بکنم؟ پس این همه قصر و باغ را چه کسی در زمین مخفی کرده؟ هرچند که خوب پنهان نشده و سرشون از خاک بیرون مونده. هیچ فکر کردی اگه موقع عبور از پل صراط حساب این اموال رو از تو بخوان چطور جواب این همه دارایی رو خواهی داد؟ میخوای گوشه ای از حساب خواهی صراط رو نشونت بدم؟ ساج داغ. تا داغ شدن ساج حساب اموال خودتون رو برسین تا خدایی نکرده توی اون دنیا غافلگیر نشین. دو قصد در بغداد که با این قصد میشم از 3 قصد، باغ و شکارگاه و چه شد؟ ساج داغ. برو دیگه. اول که داغ‌تره من روی ساج میرم و داراییمو میشمارم. خب راهلون و خرقه، نان و سرکه. همین؟ خب نوبت شماست. من چی؟ نخه من تا سرد نشده بفرمایید. خب تو خیلی تون گفتی. من خیلی من تون. بریم. آخه اگه من هارون رشید خلیفه مسلمی 3 قصد در بغداد دارم، باغ و شکارگاه و خانه وای سوختم وای. آخه دیوان، اگه من بخوام همه داراییمو بگم که تا فرق سرم خاکستر شدن که. پس بهتره تا وقت دارین اونا رو در راه درست هزینه کنید. خودش تون گفت. الان مخلط